بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. تظاهرات فعالان تاجیک در نزد بنای اتحادیه اروپا. طلب حامیان حقوق بین المللی، محبوسان سیاسی آزاد و حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 قانونی شوند. ادامه مرافعه قاتل عمرعلی قوتوف. آیا رئیس جمهور با دست چپ سلام کرده است؟ خدمت رسانی به مسافران در تاجیکستان زمانوی می شود. یک گروه تاجیکان مقیم آلمان در نزد بنای کمیسیون اروپا که واقع در شهر بانی آلمان است دست به تظاهرات زده نارضایتی خود را به دادن شعارها و سخنرانی‌ها بیان کردند. این تظاهرات اساساً به سفر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراجدین اسلوف به پارلمان اتحادیه اروپا ربط داشت، چون میبایست سیراجدین اسلوف سبب سرکوبی و تضییق و فشار مخالفان سیاسی در تاجیکستان را در شهر بریوسل در پارلمان اتحادیه اروپا مطرح میکرد. اما تظاهرگران با شعارها و آویزه‌های آزادی بیان حق فطری هر انسان است، آزادی برای زندانیان سیاسی و هم با قرائت یک بیانیه از پارلمان اتحادیه اروپا اصرار می‌ورزیدند که به دروغ‌های وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراجدین اسلوف باور نکنند. در بیانیه این تظاهرات آمده است: ما شهروندان جمهوری تاجیکستان در آلمان زندگی میکنیم. از سیاست‌های سرکوبگرایانه و وحشیانه حکومت علیه دیگراندیشان، محدودیت شدید آزادی، شکنجه زندانیان سیاسی و بازداشت‌های بی‌رویه، افزون بر فضای دهشتناک اقتصادی و اجتماعی مانند بی‌برقی، بیکاری، اندازه‌ستانی ظالمانه، ابراز نگرانی نموده پرزیدنت کشور و دایره‌های خرد منفعت‌جو در داخل حکومت را سببگار اصلی این بحران می‌دانیم. روز گذشته در شهر بان نزد بنای کمیسیون اتحادیه اروپا جمع آمده علیه رژیم رحمانوف و سفر وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان که در بروسل بود روز عقیده نموده و هدف خود را به آنها فهماندیم. هدف اصلی پیکت ما این محکوم کردن سیاست‌های نادرست جمهوری تاجیکستان نسبت مخالفان و روشنفکران بود و در این پیکت خود ما به سازمان با کمیسیون اتحادیه اروپا رساندیم که سفری که وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان داشت و هدف اون بود که باید نسبت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیانیه دروغ به اینها برساند و ما آنها را مطمئن گردانیدیم که هر آن چیزی که وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان میگوید همش تهمت و بهتان است، اصل واقعیتی است. ما بر کوتاه کرده به آنها فهماندیم. دو نمود بیانیه به آنها رساندیم، زیاده از 6 صفحه بودند، یکی با زبان انگلیسی، دیگری با زبان روسی و زبان تاجیک هم بود در آنجا و ما از حکومتی از کمیسیون اتحادیه اروپا آن را خواستیم که در سیاست‌های خود نسبت تاجیکستان به طرف نباشند. در همین حال نوریدین رضایی، یک از جوانان تاجیک و فعال گروه 24 وارد بنای اتحادیه اروپا در شهر وین شده با مسئولین بلندپایه نهاد با نفوذ بین المللی درخواست ملاقات میکند. بنابراین درخواست خانم پترا پالگر، کارمند بخش سیاسی و مسئول مسائل مربوط به آسیای مرکزی، با نوریدین رضایی ملاقات انجام داده است. هدف از این ملاقات آشکار کردن دروغگویی‌های سیراجدین اسلوف وزیر خارجه تاجیکستان در پارلمان اتحادیه اروپا و اثبات کردن حقیقت حال در تاجیکستان بوده است. در آخر ملاقات نوریدین رضایی یک عده گزارش‌ها و نقض حقوق انسان در تاجیکستان را به خانم پترا تسلیم کرده است. به نام خداوند بخشنده مهربان، بله واقعا دیروز یک واخوری در پارلمان اروپا داشتیم. ما را نماینده سیاسی این سازمان خانم پترا پالگر قبول کرد. ملاقات عموما اطراف نشست اتحاد اروپا با هیئت تاجیکستان در بریسل بود. کوشش کردم اینجا صدای مردم مظلوم تاجیکستان را برسانم و گفته های سیراجدین اسلوف را رد کنم. گفتم اینها حقی از نام مردم حرف زدن را ندارند، چون با راه انتخاباتی آزاد سر قدرت نآمدند. از اتحادیه اروپا طلب کردم موقف خود را آشکار کنند. من بعد با مردم تاجیکستان می ایستند یا با حکومت خودکامه. با اونو سوال دادم که شما اصلا برای خود حاکمی که 25 سال سر قدرت میماند قبول میکنید؟
پس امروز مسئله ما را درک کنید. خانم پترا اظهار داشت که من در آسیای میانه مدت کار و فعالیت کردم و با حیات سیاسی آن منطقه خوب آشنا هستم. ایشان گفتند پیغام شما را حتما به مرکز میرسانیم و این مسئله حتما بررسی خواهد شد. طلب حامیان حقوق بین المللی محبوسان سیاسی آزاد و حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 قانونی شوند. دو سازمان پرنفوذ حقوق هیومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژیا نرویجن هلسینکی کمیتی که چون حامیان حقوق انسان در جهان مشهورند از حکومت تاجیکستان تقاضا کرده است تمام محبوسان سیاسی آزاد کرده شوند و به فعالیت آزادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 شرایط فراهم آورد. در گزارش 12 صحیفه‌ای که این دو سازمان آماده کردند گفته می شود حکومت تاجیکستان اعضای حزب و گروه مخالفی که فعالیت سیاسی صلح‌آمیز دارند بازداشت و شکنجه می کند. حکومت اینچنین تنقیبگرانش را در خارج تعقیب کرده در پی بازداشت و استرداد آنها به تاجیکستان است و منتقدانش را در خارج می رباید و آنها بعدا در زندان‌های تاجیکستان پیدا می شوند. در این گزارش از منع فعالیت حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان و بازداشت و شکنجه اعضایان اینچنین کشته شدن رهبر گروه 24 عمرعلی قوتوف یاد شده است. اینچنین مؤلفان این گزارش از تعقیب، حبس و شکنجه ژورنالیستان، فعالان جامعه شهروندی و شهروندان عادی که در شبکه‌های اجتماعی از حکومت تنقید می‌کنند خبر داده گفتند صدها نفر با خانواده‌شان در پی این تعقیب‌ها به خارج فرار کردند. گزارشگران بازداشت صدها عضو حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 و دیگر گروه‌های مخالف را سیاسی نموده از حکومت تاجیکستان طلب نمودند که همه آنهایی را که با انگیزه‌های سیاسی زندان شدند بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کند. دیروز 16 فوریه در دادگاه شهر استانبول ترکیه ادامه مرافعه سودی سلیمان قیوموف متهم و قتل عمرعلی قوتوف برگزار گردید. خود سلیمان قیوموف در دادگاه حاضر نشد اما طریق اینترنت در آن اشتراک مستقیم داشت. طرف دعواگر سهراب ظفر رهبر نفتعین گروه 24 نمایندگی میکرد. در عموم مرافعه آرام گذشت. در مورد اتهاماتی که به سلیمان قیوموف نسبت داده شده است هرچی سهراب ظفر میگفت او آرامانه قبول میکرد و پاسخی نمیداد. به نظر میرسید سلیمان با گناهش اقرار است. تنها حکم دادگاه را انتظار می شود. این چهارمین مرافعه با پرونده قتل عمرعلی قوتوف پایه‌گذار و رهبر وقت گروه 24 که شام 5 مارس سال گذشته شده بود می باشد. دادگاه اعلان حکم به سلیمان قیوموف را و 26 فوریه گذاشت و حضور او را در دادگاه حتمی دانست. سلیمان قیوموف در زهر دادن و کمک در قتل عمرعلی قوتوف متهم می شود. دیروز مرافعه سودی برگزار شد در دادگاه شهر استانبول نسبت قضیه عمرعلی قوتوف و متهم دانسته میشه که سلیمان قیوموف و پیش از این هم 3-4 بار دیگر این مرافعه برپا شده بود. باعث نگرانی بود که یگان نفری ما به اونجا دعوت نشده بودیم و دیروز ما رفتیم طلب کردیم که ما را به حیث یک شاهد و جبردیده اونجا قبول کنند و دادگاه طلب ما را هم پذیرفت. با همراه دیگر اعضایان گروه اونجا حضور داشتیم. سلیمان قیوموف باشد به طریق آنلاین با ما در تماس بود، یعنی در دادگاه در تالار اونا حضور نداشتن، فقط به طریق آنلاین حضور داشتن و یک چند نقطه هایی که ما در اونجا ذکر کردیم نوآوری بود در این حکم در این دادگاه و در آخر از سلیمان قیوموف پرسان کردند که آیا نسبت گفته های ما یگان واکنش یا رد میکند. در جواب گفت نه همش قبول هستند و دادگاه حکم خودش را به 26 فوریه. بینندگان گرامی اکنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم. وزیر دفاع ایران در مسکو با هدف بررسی همکاری‌های نظامی قرار دارد. حسین دهقان روز 16 فوریه با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. حسین دهقان در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه گفت که ایران خواستار توسعه همکاری‌های نظامی و فنی با مسکو است. روسیه با ایران سازشنامه دارد که بر اساس آن تهران موشک‌های داربرد هوایی نو A300 را دریافت می‌کند.
مقامات پلیس مسکو بعد 4 روزی کوفتوکاب متهم در حمله مسلحانه به مهاجران مهنتی در متروی مسکو را بازداشت کردند. طبق اطلاع لایف نیوز بازداشت شده evgeniy ساکالوف شهروند 23 ساله روسیه می باشد که در حمله با کارد به مهاجران مهنتی تاجیک و قرغیز ایبدار می شود. در این بین جبردیدگان منصور مرودov شهروند تاجیکستان نخستین جبردیده در ایستگاه دبرین اسکی مسکو می باشد. کمیته دولتی مرزبانی قرغیزستان از بازداشت 3 شهروند تاجیکستان با اتهام عبور غیرقانونی مرز خبر داده است. به اطلاع نهاد شهروندان تاجیکستان 16 فوریه در منطقه مقصدی ناحیه لیلک دستگیر شده با خود یگان حجت تصدیق کننده شخصیت نداشتند. کمیته دولتی مرزبانان قرغیزستان گفته است بازداشت شده ها برای کار وارد خاک این کشور شدند. آنها جریمه شده به تاجیکستان انتقال یافتند. هفت‌نامه خلق آوازی که اساساً با زبان ازبکی در تاجیکستان نشر می شود شماره آخرین خود را از پنج شدن بازداشت. در صفحه اول این هفت‌نامه عکس امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را چپه نشر کرده است. در این عکس امامعلی رحمان با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد کاتب اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام خانم شمشاد اختر را در تصویر سلام کردند هستند. اما گویا پرزیدنت با دست چپ سلام کرده ایستاده است، اما این تهمت نسبت رئیس جمهور است. هفت‌نامه خلق آوازی در تاجیکستان با تیراژ زیاده از 5000 نشر می شود و برای ازبک زبان ها مواد نشر می کند. این اولین عکس امامعلی رحمان است که در نشریه‌های دولتی با چنین خطاهای فحش نشر می گردد. چند قبل سامانه تاج نیوز از عکس امامعلی رحمان در نشریه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عکسی را نشر نمود که به پرزیدنت مانندی نداشت، اما بعد 1 ساعت نشر این خبر از سامانه رفته شد. نشر آخرین خلق آوازی بنا به یک منبع معتمد با دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت از پنج شدن مصادره شده است، اما یک قسمی نشریه الکی به دست مشتریان رسیده است. بعد ترمیم و تجدید راه‌های جمهوری و آوردن اتوبوس‌های حاضر زمان تمس و منی استحصال مشترک آلمان و ترکیه روای مسافران آسان و به طبع دل آنها موافق و مناسب گردید. صفت خدمت‌رسانی نقلیاتی مذکور به طلبات زمانه جوابگو بوده نسبت به نقلیات دیگر بهتر است. جمعیت سهامی پوشیده هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان فیلیال ایشن اکسپرس ترمینال بعد آغاز فعالیت ترمینال بین‌المللی مسافربری شهر شنبه سال 2013 صاحب 39 اتوبوسی مذکور گردید که 19 عدد آن را اتوبوسی من و 20 عددش را اتوبوس‌های تمس تشکیل می‌دهد. الحال اتوبوس‌های مذکور در 14 خط سیر نواحی گوناگون جمهوری بر روای مسافران کمک می‌رسانند. رانندگان هر سحر از نظارت دکتر و نقلیات از سنجش متخصص نظارتچی گذشته رانندگان از مصلحت و مشورت رهبریت برخوردار می‌شوند. رهبریت ترمینال مقصد دارند که با پیدا شدن شرایط مساعد خط سیر اتوبوس‌ها را به خارج کشور نیز برآورند. همچنین نیت دارند بخش ترمینال را در سمت راه دوشنبه ترسونزاده بنیاد و نقلیاتی به طلبات مردم جوابگو را به کشور وارد نمایند. در این باره فیروز نصریف سردار شعبه تکنیکی جمعیت هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان به اگنتی اطلاعاتی خاور خبر داده است. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.